است، چه مشخصاتی داره، آب چند ساعت داره یا آب چیه داستانش؟ خیر مقدم میگم به شما دوستان عزیز. اینجا انتهای رودخانه کوچک زوشکه. انتهای رودخانه کوچک زوشک کلا تقسیم شده به 4 نفر. بزرگترین باغ مال حاج آقای دادخواهه که هر چی بزرگترا مثل وزیرا، مثل نماینده مجلس، اینا بیشتر تو باغ حاجی دادخواه چیز میگن. بعد آقای به حساب برامپوره، یک سهم نیم هم مال آقای شارعی و آقای جزئی بوده ما خریدیم، نیم سهم هم مال آقای جزئیه، مال آقای زوشکی جزئی رو ما خریدیم. بعد 70 تا تقریبا تو زمین ما چشمه هستش به غیر آب که از رودخانه هست. زمین هم حد به حد تو ملکمون تو سند بنچاقی که داره فلاک 6 دنگه. یک حدش زده به خور نشابور، اینجا میشه خور نشابور. یک حدش زده به کنگ، یک حدش هم زده به سیبای جنگلی هست که قشنگی که نادره تو زوج، فقط همین کوچه است، سیب بیخوتی بهش میگیم. این چیزی که توی چیز زده، ولی این چیزی که ما بردزل زدیم و کاری انجام دادیم و این برنامه ها حدود 12 هکتار باغ داریم، چند تا استخر داریم. البته کل زمین ها بدون مارز شخصیه. عرضم به حضور شما گیاهان دارویی خیلی فراوونه، ریواز، بعد استقدوس، آویشن، کاتیرا، هر چی که بخوان ما داروگیاهی زیاد داره و زمین بزرگی که خواسته باشیم زراعت کنیم که قبلا کشت شده داریم، حدود 30-40 هکتار هم اونا هستش که صافه و زراعت نشده. زمین زیاده دیگه. ما باید ببینیم که چی طرحی تر کشاورزی توریستی اینجا خیلی خوب جواب میده که در قالب بومگردی و خانه های به قول معروف چوبی و خانه های گلی و